میدونستی روز دختره؟ روز دختر؟ به ما چه آخه؟ روز دختر مال ما نیست. روز دختر واسه اون دخترایی که تنها دغدغه‌شون اینه که دنبال طرح جدید ناخوناشون و رنگ موهاشون. اما که تو سن 15 تا 20 سالگی داریم تلاش میکنیم آینده شرمنده خودمون نشیم. آره دخترها ناز دارن، روحیشون لطیفه، ولی ما از اون دسته نیستیم. بیشتر هم اون دخترها رو میبینن با اینکه زندگی روی خوشش رو بیشتر به اونا نشون میده، بیشتر شانس میارن، ولی ما خواستیم مثل اونا نباشیم. نه لبوبو دوست داریم، نه عاشق شیرکاکائوییم، نه عشق ابدی میبینیم، نه هر روز دنبال تزریق ژل و این چرت و پرتاییم، نه چشممون به جیب پسرای مردمه، نه منتظر کادو گرفتنیم. ما کادو و تبریک نمیخوایم، همون درک و توجه یه دنیا میارزیم. یعنی تبریک روز دختر مال ما نیست. خجالتمون ندید بابا.